سرخط مهمترین خبرها: رسانه‌های ایران از حمله به اداره گاز خبر دادند. پوتین سازشنامه برای تشخیص مهاجران تاجیک را امضا کرد. و مهاجران را با وعده کار در اروپا چگونه فریب می‌دهند؟ به کجا باید مراجعه کرد؟ سلام بینندگان عزیز، اخبار نوی تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می‌کنیم. امروز 24 مارس سال 2026 است. برنامه را از آخرین خبرها وابسته به جنگ در ایران شروع می‌کنیم. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نوشت صبح سه‌شنبه 24 مارس ساختمان اداره گاز و دستگاه کاهش فشار گاز در شهر اصفهان هدف حمله قرار گرفت که بر اثر آن بخش‌های از این تأسیسات و منزل‌های اطراف ضرر دیدند. این خبرگزاری نوشت که گزارش‌های از حمله به خط لوله گاز نیروگاه برقی خرمشهر نیز نشر شد. فرمانده خرمشهر گفته است که این حمله تلفات جانی در پی نداشت. در شبکه‌های اجتماعی خبرها از شنیده شدن صدای ترکش در تبریز و همچنین غرب تهران نشر شد. اینترنت در ایران قطع است و برای همین بخش فارسی رادیوی آزادی نتوانست مستقلانه این خبرها را تصدیق کند. در همین حال دولت کویت صبح سه‌شنبه اعلام کرد که نظام دفاع هوایی این کشور در حال سرنگون کردن حمله پهپاد و موشک‌ها است. مقامات این کشور گفتند که صدای ترکش نتیجه سرنگون کردن پهپاد یا هواپیماهای بی سرنشین است. در همین حال وزارت برق کویت خبر داده است که در وقت سرنگون کردن پهپادها 7 خط انتقال برق از کار مانده است. این همه در حالی است که بریتانیا اعلام کرده است که برای مقابله با حمله‌های ایران به کشورهای خلیج فارس سامانه‌های دفاع هوایی را می‌فرستد. قرار است این تجهیزات‌ها به بحرین، کویت و عربستان سعودی ارسال شوند. بینندگان عزیز، خبرهای وابسته به جنگ در ایران و پاسخ این کشور به اسرائیل و کشورهای منطقه هر ساعت در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود. در رابطه با این یک خبر دیگر هم داریم. یک روزنامه اسرائیلی نوشته است که آمریکا می‌خواهد جنگ با ایران را تا 9 اپریل امسال به انجام رساند. روزنامه یدیات اهرانوت با تکیه به مقام اسرائیلی نوشت که انتظار می‌رود که گفتگوها میان ایران و آمریکا آخر این هفته در پاکستان برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 23 مارس گفت که ایالات متحده طی 2 روز گذشته برای پایان دادن به جنگ با ایران گفتگو کرده است. ترامپ گفت که بعد یک صحبت بسیار خوب همگونه حمله را به نیروگاه‌های ایران تا 5 روز به تأخیر گذاشت، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس پارلمان و وزارت کارهای خارجه هر گونه مذاکره را با آمریکا رد کردند. اسرائیل میگوید که آمریکا با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده است. خبری که قالیباف رد کرد. جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران 28 فوریه آغاز شد. چند کشور منطقه تلاش دارند برای پایان درگیری‌ها میانه‌روی کنند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه سازشنامه با تاجیکستان درباره تشخیص مهاجران تاجیک قبل از سفر را امضا کرد. با گزارش خبرگزاری تاس با امضای پوتین روند تصدیق یا راتیفیکاسیون سازشنامه در روسیه به انجام رسید و این سند اجرا می شود. روز 17 مارس شورای فدراسیون پالات بالای پارلمان روسیه نیز این سازشنامه را تصدیق کرده بود. بر پایه این سند اکنون مهاجران تاجیک می توانند پیش از سفر به روسیه در تاجیکستان از معاینه طبی گذرند. نتیجه تشخیص برای گرفتن اجازه کار یا پتنت در روسیه ضرور است. در نظر است که در یک یا چند درمانگاه شهر دوشنبه نقطه‌های معاینه طبی باز شوند که با تشخیص مهاجران مهنتی قبل از سفر آنها به روسیه مشغول خواهند شد. نرخ تشخیص به گفته سلام الدین یوسفی معاون وزیر تندرستی تاجیکستان 240 سومانی یا $25 است. مهاجران تاجیک بارها از مشکل بودن گرفتن سند طبی در روسیه شکایت کردند. دادگاه در قرقیزستان یک روزنامه‌نگار تحقیقاتگر را از زندان آزاد کرد. بر اساس قرار دادگاه محمد تاجیبک رهبر گروه طرح‌های تیمر اف لایف و IIDC بعد زیاده از 2 سال از زندان رها می شود، اما حق ترک جای زیستش را ندارد. وکیل دفاع که در مرافعه دادگاه به طرز آنلاین شرکت داشت گفت محمد تاجیبک 23 مارس آزاد شد. دادستان یا ایبدار کننده دولتی هم به آزاد شدن او راضی شده است. محمد تاجیبک ماه ژانویه سال 2024 همراه دیگر کارمندان طرح‌های تحقیقاتی تیمر اف لایف و IIDC بازداشت شده بود. ماه اکتبر آن سال دادگاه محمد تاجیبک را با گناه دعوت به بی‌ترتیبی‌های عمومی به 6 سال زندان محکوم کرد. خود او و حامیان حقوق اتهام را بی اساس گفتند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید تنها در ماه فوریه امسال از انتقال بیش از 200,000 سامانه کارجویان تاجیک به قلابان در خارج پیشگیری شده است. نمایندگان سازمان از ساکنان میخواهند پیش از فرستادن پول به قلابان به برنامه خط عاجل مراجعت کنند. ویکتور لوتنکو رئیس دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در تاجیکستان میگوید با شروع فصل مهاجرت موردهای قلابی نیز بیشتر شده است. سالهای اخیر یک گروه از شهروندان تاجیکستان برای کار به کشورهای اروپایی میروند، اما در این میان شکایت‌های
زیادی از فریبکاری در این بخش نیز صدا می‌دهد. همکارم محمد وفا ریزازاده در همین باره گزارش می‌دهد. رفتیم پول سیمات کردیم 2000 سومون 2050 سومون همون دخترها کارتاش ده با پخ گفتیم. این ساکنی ولایت ختلان که تلاش دارد برای کار به اروپا رود 1 ماه پیش به دام قلابان افتاده است. او با شرطی فاش نشدن معلومات شخصیش نقل کرد، اعلان کار را از شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و تماس گرفت. از وی حجت و پول طلب کردند. او 2050 سومانی انتقال داده، سپس شبهه کرده است که آیا وعده کار درست است یا نه. در مرکز خط عاجل درباره مهاجرت بی خطر که از سوی سازمان بین المللی مهاجرت حمایت می شود، به وی گفتند که دیگر پول نفرستد. ما کام شه نه بینن برادر گو اومدن خوب کرده گو مردم مرا بسیار فریب کردن. های تو بخیر بوده گو 2000 سومون گو مردم تو 5000 20000 30000 دادن یا خیلی گو 50000 دادن. در سازمان بین المللی مهاجرت گفتند در ماه فوریه امسال از انتقال بیش از 200,000 سومانی به قلابان پیشگیری شده است. در همه این موردها قلابان در عوض کار در خارجه از تاجیکستانی ها پول خواستند. К сожалению, к нам обратились люди, которые потеряли уже где-то 100 тысяч сомони. متاسفانه به ما آدمانی مراجعت کردند که الکی 100,000 سومانی ضرر دیده بودند. در بعضی حالتها ما می توانیم که کمک رسانیم، در بعضی حالتها مبلغ را برگردانیم، ولی بعضا این امکان پذیر نیست. می توانم گفت که ما از انتقال تا 200,000 سومانی پیشگیری کردیم. آدمان پیش از آن که مبلغ را به قلابان انتقال دهند به ما تماس گرفتند و از همین حساب ما توانستیم که پیشگیری کنیم و این حالت هر ماه دوام دارد. И это продолжается каждый месяц. با گفته ویکتور لوتنکو، شماری هرچی بیشتری تاجیکستانی ها میخواهند برای کار به خارجه روند و از این حساب قلابان سوء استفاده میکنند. لوتنکو میگوید در سال 2025 به خط عاجل تقریبا 5000 بار تماس گرفته شده است. Половина всех звонков это все-таки про возможность уехать за границу. نصف از مراجعت ها این پرسش درباره سفر به خارج بود. مراجعت های مربوط به قلابان هم زیاد است. ما مشاورانی داریم که در این سمت کار میکنند. آنها نشانه های اعلان های قلابی را میدانند و میتوانند تشخیص دهند که کدامش راست است، کدامش قلابی. Обманом, да. رئیس دفتری سازمان بین المللی مهاجرت میگوید شهروندان تاجیکستان نه تنها در حالت روبرو شدن با قلابی بلکه در موردهای دیگری اضطراری نیز میتوانند به خط عاجل تماس گیرند، مثل بند ماندن در فرودگاه‌ها، گم کردن حجت یا افتادن با غلامی و غیره. به گفته وی سازمان بین المللی مهاجرت تلاش میکند که با یاری نهادهای دیگری دولتی به مشکل مهاجران رسیدگی کند. بنا به آمار گوناگون هر سال بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای یافتن کار به خارج می روند. بیشتری آنها به روسیه و تعدادی هم به قزاقستان و کشورهای اروپایی سفر می کنند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. شخصان ناشناس در شهر لندن 4 ماشین یاری تجهیزی مربوط به یک شرکت یهودی را آتش زدند. شرکت غیر تجارتی خطسله بر رسانیدن یاری پزشکی به پول مشغول بود. به گزارش BBC حادثه در ناحیه گالدر گرین رخ داده است. بعد آتش زدن در داخل ماشین ها چند بالون گاز ترکیده است که در نتیجه خانه های استقامتی اطراف آسیب دیدند. سارا جکسون سردار پلیس ناحیه گفته است از روی نوارهای دوربین های نظارتی حادثه را تحقیق دارند و 3 نفر گمان بر هستند. پلیس لندن میگوید که حادثه را همچون جنایت بر اساس یهودی بدبینی تحقیق دارد. شیمون راید یک ساکن محلی گفته است که ماشین های یاری تجهیزی در کنار عبادتگاه یهودیان یا سینگوگ قرار داشت. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا این حادثه را محکوم کرده آن را عمل یهودی ستیزانه خواند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 24 مارس را فرا میگیرد. 24 مارس روز جهانی آگاهی از بیماری سیل است که هر روز بیش از 4000 نفر بر اثر این بیماری جان می‌دهند. 24 مارس سال 1882 دانشمند علمی طب رابرت کوخ درباره کشف باکتری
آلوده کننده انسان به سیل یا توبرکولوز خبر داد. این یک بیماری خطرناک سیرایتی بوده. یک سبب پهنشویش شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی گفته می شود. تاجیکستان به فهرست 30 کشور دارای حالتهای وزنین بیماری سیل به داروواری استوار داخل شده 7700 بیماری سیل دارد. 24 مارت سال 2015 در دری سامغور سوخت شهری نوی با نام سیهون بنیاد شد. نقشه مقامات این است که 250,000 نفر با زمین و منزل تامین شوند. سیهون در 9 کیلومتری خوجند جایگیر بوده. اسمش از نام قدیمی رودی سر گرفته شده است. سیهون که برای رشد و ساختمان پره آن ظاهراً 10 ساله ها و مبلغ‌های هنگفت لازم می شود، اولین شهر نوبنیاد بعد کسب استقلالیت تاجیکستان بوده است. 24 مارت سال 2017 حکومت تاجیکستان در یک قرار فهرست کارهای را ذکر کرد که استفاده مهنتی تا 18 ساله ها را منع می‌کند. در میان 31 ساحه یاد شده کار در بخش کوهکنی، ساختمان نقب‌ها، استحصال و انتقال قوه برق و گرمی همچون کار سنگین برای اطفال منع شده است. اما این روی خط کارهای صحرا از قبیل پخته‌چینی، جمع‌آوری میوه و سبزیجات و چارواداری را در بر نمی‌گیرد. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را برای 24 مارت چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.